تانره نادینه. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 91 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. دوستان، این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی به طور زنده و از طریق نشان دادن صفحه کامپیوتر من یا مانیتور من در یوتیوب پخش میشه، علاوه بر اینستاگرام. امیدوارم دوستان اراده بکنن که یاد بگیرن. من این مسیر دارم حرکت میکنم، اراده کردم که زبان ترکی رو یاد بگیرم و خوب هم یاد بگیرم و اون رو هم از سخت ترین مرحله شروع کردم، نه از راحت ترین مرحله. راحت ترین مرحله این هستش که بریم یک کتاب ساده. Get a credit card annual fee waiver and earn C+ points faster with the Scotiabank Ultimate Package and bank more entertainment. Learn more at scotiabank.com/banking packages. Conditions apply. Scotiabank. You're richer than you think. آموزش رو طی میکنه. مثلا فرض کنید که دوره ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشگاه رو طی میکنه، مثلا لیسانس رو حداقل یا فوق لیسانس رو طی میکنه، میره کتاب‌های بسیار سخت تاریخی خیلی سخت برای خوندن که وقت بسیار زیادی میبره رو انتخاب میکنه تا بخونه. خب اون یه تخصصه دیگه. ولی من چیکار کردم؟ من به جایی که برم از اول ابتدایی شروع کنم بعد دوره راهنمایی دبیرستان و دانشگاه رو برم، من رفتم همون تخصص رو و از اون دلیل آخری، یعنی کتاب‌های خطیه که خوندنش سخته، به خاطر زمان، به خاطر تغییر جغرافیا، به خاطر تغییر زبان در طول این چند قرن، به خاطر اینکه فلسفه ها تغییر کرده، درک ما از لغت ها، از تاریخ لغت ها، از معنی لغت ها، از روح و روان و کارکرد لغت ها تغییر کرده تا حدودی، و همچنین به خاطر اینکه با تخصص های حقوق، نجوم، پزشکی، داروسازی، حیوان و انسان و خیلی چیزا من هیچ آشنایی ندارم یا کمترین آشنایی دارم. در نتیجه خوندن اون کتاب ها که خطی باشه، به خصوص دست‌نویس باشه و در رشته های مختلف علمی تخصصی هم باشه، بسیار بسیار سخته و من این کار رو از اونجا شروع کردم و افتخار میکنم که حالا من اگر هر ماه رو 30 روز فرض بکنیم و فرض بکنیم که من همه این روزها رو هر روز پشت سر هم کتاب خونده باشم که اینجوری نبوده، 3 ماه وقت و در این 3 ماه باور میکنم که مثلا از الفبای خواندن رسیدم به اینجا که حالا دیروز به خاطر زیادت من یک کتاب رو در مورد کافی بخونم، شعرها مقدار از شعرها رو خوندم. متن فارسی هستش. من الان دارم کتاب رو دارم نگاه میکنم. این کتاب 122 صفحه هست که در PDF و آنلاین PDF ما میتونیم 61 صفحه دیده بشیم، به خاطر که از هر صفحه در هر صفحه PDF 2 صفحه احسن حالا من این کتاب رو که دیگه نتونستیم بخونیم با یه امیدی که ممکنه یه جایی از در رابطه با شعر و علم امروز دیگه، علم امروز و کافی به ترکی سخنگوی باشه، به نوشته باشه، دارم کتاب رو ورق میکنم چی هستش. بذارید اینجا یه چیزهایی رو من میبینم، بذارید چی میگه. احکام حقوقی در الفاظ فارسی گفته‌اند که از این 10 حرف می‌ریز و نظم کردن بود 10 به لفظ عجم حرفه به لفظ عرب گرچه باشد کثیر بدان یا و خا و را و زا و شین و سین و شین دگر عین و ها و نون و ها و یا گیر. اینها حروف میگه
حرف قید هست در زبان عجم. عجم رو حالا باید ببینید که بعد این کتاب رو بتونید ببینید که چه معنی داره. معمولا به زبان فارسی گفته مانند ابر و ببر و بخت، سخت و مرد و فرد و بزم. این هم شعر. مانند ابر و برق و بخت و سخت، مرد و فرد و بزم و رزم، دست و مست و بند و پند، نقد و مغز و صدق و گفت، رشت و کشت و مهر و جهل. این جمله الفاظ خوشند، لیک رو به دیگر نیک یا میشوند، یا همچون نیک و این همچون لعل و نعل و کام، همچون جنس و مکس و لام، همچون تلک و کک و شد و فرق و هم و ملح و هم، همچون همم و بام. حالا اینا در مورد زبان فارسی آموزش کنیم. حالا همینطور دارم برام میزنم کتاب به ظاهرا فقط اشعار بگیرید، ولی که متن کتاب رو در واقع با حروف متفاوته به فارسی توضیح داده. همونجور که البته کتاب می‌نویسید ولی ظاهراً این کتاب بخش توضیحاتش در کتاب فارسی بیشتر در همه به فارسی هستش و من صورت از این کتاب سال بشرم رفتم مستقبل این کتاب نکنم. خب این کتاب رو ازش بگذاریم. کتاب بعدی این رو بله بگیرید اون رو اصلا رد کردیم. حالا بعد رو ببندم. این رساله برهان عارفه من که بخش ریویس هستش، تلاش کردیم از این رفت کنیم. این در میلر میگن یادم نیست این هم یادم بگیریم ازش. کتاب آخر بریم این کتاب رو روز جدید به خود این کتاب رو بکنیدش بندازیم در باره گفته به علم جمع در 1217 نوشته شد. الان 1446 هست، یعنی حدود 220 سال پیش این کتاب نوشته شده در 166 سال. PDF این کتاب رو در 83 صفحه نشان می‌دهم. اوکی. این کتاب ظاهراً
یا یه جلدش به لاتین نوشته شده، نمیدونم چه هست، و این صفحه اول وقتی کتاب رو باز میکنه، جلد رو باز میکنه، آقا دو نقاشی مواجه هستیم به حالا یه چیزهایی هم به قانون اردوی عربی در اطراف این تصاویر نوشته شده. این نوش manufacturing and register. اوکی، این یه جایی بوده که این کتاب رو به احتمالاً چاپ کرده. حالا اینجا 217 رو اینجا می‌بینیم، عدد 217، اما ببینیم که اینجا، ولی این با این که این نقاشی احتمالاً این دفتره، این یه دفتری که به این شکل نهیده شده، برای اینکه بعد می‌بینیم این دفتر خط مدرسی که من می‌باشد یه چیزی دفتری هستش، این رو شرکت دفتر رو چاپ کرده، مدرسی کرده و این داشته این آدم انتظار رو خریده داشتن. ببین همین نشون میده که در این لیست رو بسیاری پیش میدن خودها به چیزی سیستمی دسترسی داشتن یا حالا خودشون چاپ می‌کردن، دسترسی وارد می‌کردن و برای آموزش از دفاتری که با خط آبی هم خط کشیده شده استفاده می‌کردن. خود ما هم در آموزش می‌کنیم. حالا قبل از اینکه بکنید این دفتر هست نوشته هست، همون چیزایی که من هم در زندگی دفتر دیروز هم یه مطلبی در مورد چیز بودم نوشته بود برای که حافظت مفهومی همین کار باید انجام بدید. یکی این که این دستی که همیشه از استفاده برای نوشتن، از این دستی که با اون دست نوشتن حداقل این سمت باید تا متن این طرف متن خندله راه برای که مثلا من دست نویس هستم یا دست راستم بیشتر کار رو انجام میدم، یه بخشی از احتمالا بخش چپ مغزم کار رو بیشتر. حالا میگه وقتی این دست رو هم چپ که مثلا من دست چپ هم بسیاری ازش کم باید برای انجام برای کارها، میگه این باعث میشه که این بخش دیگر مغز هم ولی حرکت میکنه برای که بسیاری از بیماری‌های مغزی رو یادگیری زبان که این من یه مطلعه حالا یه چند تکنیک دیگر هم گفته بود که ببینید چه میشه. بعد گفتیم به این مفصل گفتیم به جای تایپ با تلفن کامپیوتر دست‌نویس بکنید، این دفتر بنویسید، این کاغذ بنویسید، برای که اون نوع نوشتن بسیار متفاوت از کاری کنید. چون وقتی شما می‌نویسید کلمات رو نقاشی می‌کنید، وقتی کلمات رو این صداهایی که تو ذهنتون هست، این مفاهیمی که مفهومی هست رو نقاشی بکنید روی کاغذ، در حقیقت یک تصویری از این درست میکنید. ولی وقتی تایپ میکنید حروف رو تایپ میکنید و نمیتونید کلمات رو تصویر بکنید. نقاشی کشیدن یعنی اون چیزی که در میبینید و اون چیزی که در ذهن شما هست اون رو به کاغذ میکنید، ولی تایپ کردن این امکان رو به شما نمیده. برای همین من دوباره برمیگردم و در روزهای آینده مثلا به نوشتن حالا دوستان ممکن بعضی از دوستان بگن تو وقتی کار میکنید راحت‌تر برای که دیگه لازم نیست اول دست‌نویسی بکنید روی کاغذ و بعد تایپش بکنید.
خب این دو حرف درسته، خیلی وقت زیادی نمیبره برای تولید فکر. Regular maintenance keeps your Toyota running its best. Service your Toyota every 6 months or 8,000 kilometers and enjoy knowing your vehicle is ready for your next adventure. الان دیگه اون رو هم تکنولوژی حل کرده. شما وقتی یه متنی رو بنویسید و ازش عکس بگیرید، میدید گوگل و گوگل براتون این متن رو تبدیل میکنه به تایپ. حالا از هر چیزی که عکس بگیرید، کتاب باشه، نوشته باشه، هر چیزی باشه، آلبومی باشه، اینا گوگل در کنار اون میکروفون که برای نوشتن میذاره یه دونه هم حالت کادر داره. اون کادر رو اگر روش بزنید عکستون رو به دان آپلود بکنید به اونجا براتون میخونه، متن رو نشون میده و اگر بخواید به زبان‌های مختلف هم ترجمه میکنه. این هم برای اینکه اون چیز بشه. حالا اینجا این دفتر رو ببینید، صفحه اول رو رهبر علم جبر. رهبر علم جبر، اینجا رهبر به معنی راه بردن یا تعلیم علم جبر. مؤلفی ازمیر مکتب اعدادی şahane 6. sene talebesinden. İzmir Mektep Edadi şahane 6. sene talebesinden. 353 numaralı bebafid numaralı Safızlı Muhammed Rafat. این احتمالاً اسمشه، این ساکزلی نورولی ساکزلی نمرولی دوستان، این شماره دفتره 353 نمرولی ساکزلی محمد رفعت اسمشه. حالا این ساکزلی چی هست اونم نمیدونم. از اینجا مقدمه رو نوشته و اینجا مهر رو زده و بعد این رو برای مدرسه نوشته. نگاه بکنید، یا اینکه حتما برای مدرسه نوشته. اینجا میگه برای مدرسه شاهانه مکتب ازمیر. اینجا صفحه اول رو می‌بینید یه مطلب اینجوری نوشته. این مطلب واقعا خوندنش یه مقدار سخته برای اینکه و اینجا صفحه 3 دوباره یه مطلبی رو نوشته که خیلی هم کم رنگ نوشته. صفحه 4 من چیزی نداره. بند 6 محاسبات جبر رو گذاشته. نگاه کنید، بعد میگه که در دوره عثمانی چیز نبوده. حالا این کلاس 6 گفت نه، گفتش که اینجا گفتش که 6 سنه تلفسیندن کلاس 6 سال 6 ابتدایی. در حقیقت این ببینید چه چیزهایی برای دانش آموزان آموزش میدادن، جبر رو آموزش میداده. نگاه کنید و چه مسائل چیزی که من اینها دیگه نمیخونم، فقط من نشون بدم ولی دقیقا خوندن دستخط سخته. همین که من از جبر چیزی نمیدونم، وقتی چیزی نمیدونم درست بخونم. یکی از تنبل‌ترین آدم ها در قضیه جبر هستم، یعنی ریاضی اینا برام مشکل میده همیشه. در انجام کارها بد نیستم. آمار رو مثلا علیزاده چیز انجام کار تحقیقاتیش بسیار خوب هستم، اما تو امتحان رد می شدم. من تو دانشگاه در تنها درسی که مشکل داشتم همین آمار بود. همینطور میبینید این چیزی برای خوندن در اصل نداره، همه یه مسئله خیلی کوچیک رو میگه و شروع میکنه به انجام محاسبات. اینجا البته نوشته داره این صفحه اولی واسه این چی هست اینم نمیتونم بخونم. دوستان ببینید این شخون این یک چیزه. من داشتم فکر میکردم مثلا فارسی یه مثل دارن میگه که کمی این پشت و کمی پشت بزن.
من داشتم فکر می‌کردم که آیا ما برای این ضرب المثل یک ضرب المثل در زبان ترکی داریم؟ ولی چیزی پیدا نکردم در اصل. ولی به اینجا رسیدم که چرا در یک زبان وجود داره در زبان دیگر وجود نداره. برای اینکه وقتی یک جامعه‌ای براش کار مشکل کاری مشکل نیست، انجام دادن کاری مشکل نیست، یاد نداره بوده جهی زین بپشت و جهی پشت بودیم. همیشه من روی زین هستم، دیگه نیازی نداره که جهی هم زین رو به پشت بکشم. خب در نتیجه ضرب المثل ها شرایط اجتماعی رو نشون میده، اشعار هم شرایط اجتماعی رو نشون میده. اون جامعه چه چیزی رو نداره. نگاه کنید همین الان در ایران اشعار در مورد آزادی هست، در مورد زن هست، در مورد حقوق هست، در مورد فقر هست، در مورد فلاکت هست، در مورد بسگرانی هست، در مورد اینکه پدرها از فرزندان شرمنده هستند، در مورد همه چیزی که انسان‌ها میخوان ولی ندارن، شرایط اجتماعی رو دارن میبینن اونجا نشون میدن. ولی مثلا شعر در آمریکا و اروپا اون شکلی نیست. حتی عشق هم در ادبیات فارسی با عشق در ادبیات ترکی و ادبیات روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و کانادایی فرق داره. برای چی؟ برای اینکه شرایط اجتماعی، عشق ورزیدن، یاد گرفتن برای عشق ورزیدن، عشق ورزی، عاشق شدن، عاشقانه زیستن در این جوامع با هم متفاوته. در نتیجه هر جامعه‌ای در آویزه اون چیزی هستش، اگر چیزی رو نداره براش شعر می‌نویسه. آن چیزی که نداره براش می‌نویسه. عشق چون نیست از عشق حرف میزنه، عاشقانه زیستن نیست از عشق حرف میزنه، عاشقانه زیستن حرف میزنه. وفا نیست از وفا صحبت میکنه، انسانیت نیست از انسان آرزوست میده. ولی در جامعه‌ای که رفاه هست، حداقل ها برای خانواده تأمین هست، انسان ها خودکشی نمی کنن به خاطر فقر، هلاکت، عشق رو به راحتی میتونن ابراز بکنن، با هم زندگی بکنن، وفاداری داشته باشن و هر وقتی هم بخوان از هم جدا به راحتی جدا میشن، دیگه اون سختی و تلخی رو نداره. در نتیجه براش هم شعر نمیگه، ضرب المثل درست نمیگه، چون داره. انسان ها در پی ادبیات جوامع در پی اون چیزی که ندارن، نه در پی توصیف اون چیزی که دارن. نگاه کنید، مثال بزن. مثلا ما کتاب‌های سفرنامه ها رو می‌بینیم. سفرنامه ها اومدن، این سیاحان اومدن یا از سرزمین‌های ما رفتن اروپا، هر چیزی رو که دیدن نوشتن، برای اینکه براشون تازگی داشت. تلاش کردن کشف بکنن روابط اجتماعی اون جامعه‌ای که رفتن در اونجا رو. فرقی نمی‌کنه اون ترک باشه، این مسافر عرب باشه، بلوچ باشه، ترکمن باشه، قشقایی باشه، لور باشه، جیرک باشه، فارس باشه، فرقی نمی‌کنه. یا یه آلمانی باشه، روسی باشه، انگلیسی باشه، کانادایی باشه، آمریکایی باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. این چینی باشه، هر کسی باشه. وقتی میره یه جامعه دیگری، اون جامعه رو بهتر می‌بینه. ولی مردم اون جامعه چون اون رو زیست میکنن فقط شعرشو میگن، دیگه به تصویر نمیکشن. شما برای تصویر جامعه در ایران در هر تاریخی که بگید باید شعر رو بخونید، چون شعرها جامعه رو به تصویر میکشه. علا اون فارسی بود تو یا من، اون شعر رو نگاه کنید، اون جامعه رو تصویر میکنه. اما در اون مقطع تاریخی هیچ کسی دیگه در اون مورد حرف نمیزنه، اما خارجی ها مینویسن، برای اینکه اونا براشون تاریخی داره میان میبینن، ولی اینها دارن زندگی میکنن. در میان این زندگی اون کسایی که ذوق شعری دارن میان این نداشته ها رو، آرزوها رو به شعر میکشن، ادبیات براش درست میکنن. حالا ترک ها چرا مثلا گهی زین به پشت و گهی پشت به زین ندارن؟
برای اینکه همیشه روی زین بودن، همیشه دست به روی قدرت بودن، همیشه قدرت دست ترکا بوده. ولی فارس ها میگن آقا گهی پشت به زین و گهی پشت زین به پشت، گهی تو قدرت هستی، گاهی هم از قدرت میای پایین. براش نرمالیزه میکنه و این نرمالیزه کردن متاسفانه الان وارد فرهنگ ترکا هم شده. از همین 100 سال گذشته همین آموزش رسمی که انجام دادن و بعد از طریق رادیو تلویزیون که آموزش غیر رسمی هست، روزنامه و کتاب و سینما و فیلم و کارتون و سریال و اینها، موسیقی و اینها، این فرهنگ وارد جامعه ما هم شد و ما هم الان دیگه به اون بیماری مبتلا شد. حالا این اون چیزی بود که داشتم بهش فکر می‌کردم که چرا مثلا در یک جامعه‌ای یک چیزهایی وجود داره، ضرب المثل‌هایی وجود داره، ادبیاتی وجود داره، ولی در جامعه دیگری شما نمیتونید بخشی از اون شبیه. خب ما این کتاب رو جبر رو چون از نظر من توانایی خوندنش رو ندارم، کلاً میذارم که فقط نشون بدیم که یه دفترچه. حالا یک کتاب دیگری قواعد زبان ترکی عبدالعلی ابن علی خلفانی این کتاب رو نوشته. ظاهرا کتابخانه مشهور اسلامی این رو شورای ملی زمان شاه یا زمان شاه نگید قاجار بازرسید شد. حالا در این کتاب رو هم چند بار بازرسی کردن. نگاه کنید تاریخ‌ها رو. فقط این کتاب‌ها این موضوع خیلی جالبه. من متشکرم از کسایی که این کار رو کردن. یه بار در سال 36 بازرسی شده کتاب آیا از بین ببریم یا نه. یه بارم در سال 82، یه بارم در انقلاب انجام شده اینها. حالا اینجا اون مهر رو ببینیم هستش یا نه. مجلس شورای ملی سال تأسیس کتابخانه 1302 در زمان قاجار این کتابخانه مجلس شورای ملی تأسیس شد. حالا اینجا که ظاهر این کتاب به فارسی هستش می‌کنه. اول ظاهر کتاب رو این کتاب در 83 صفحه PDF نوشته شد، یعنی 166 صفحه این کتاب نوشته شده. گفته این دستی هستش که اینجا این چیزی که متن کردیم داریم می‌بینیم، این کتاب متن دستی هستش. حالا اول کتاب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. 1 2 3 6 صفحه بعد ما دوباره با یه بسم الله الرحمن الرحیم دیگری رو هستیم. این کتاب جالبه. ببینید 3 بخش کتاب سفید گذاشته شده برای نوشتن نقد و جالبه که یک کادر بزرگ برای 2 صفحه کشیده شده و متنی که نوشته شده احتمالاً اول کادر کشیده شده با چند تا قلم. ببینم میتونم بگم چند تا قلم، 1 2 3 4 با 4 خطکش 4 بار و با 3 رنگ این رو کادر بندی کردن و بعد مطلب رو داخل کادر نوشتن. کتاب با یه در این صفحه که می‌بینید با یه حاشیه نویسی هم روبرو هست. تقریباً سالم مونده، عمر زیادی از این کتاب خیلی نگذاشته. برای آموزش زبان ترکی هستش. اینجا هم دوباره با یک حاشیه و هر 2 صفحه حاشیه مواجه هستیم. بعضی از کلمات رو بالای کلمات روی سر کلمات خط با خط قرمز کشیده. اینها رو بعداً می‌خونیم ببینیم چی هستش. کتاب جالب بوده، بد نیست. بعد دارم این ورق بزنم
جدیدی از اصل کتاب هستش که معلوم نیست در چه تاریخی نوشته شده که تلاش می‌کنیم که برگردیم به اول کتاب و این کتاب رو که دست‌نویس هست ببینیم. بذارید ببینیم در مورد زبان فارسی چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر و ستایش مخفی درگاهی که مداد همه صور و مواد از طرف ایجاد آن فقیر بلا امتداد و بلا امتداد بلی امتداد نوشته احتمالاً بلا امتداد و ازداد در شهر و قطره و روح وجود چکیده و پرستش با افزایش هنگه بارگاه و افزایش هنگه بارگاه حکیمی است که شقایق حقایق از حکم امضای آن مبدع مبدع و معاد شکوفه حقی است در مبدع حدود و دمیده و حق سجیده و متن دیگر مطرح است. مثال آزمایی ممکنه باشه اصلا نمیدونه این چی میگه. حالا این جناب خطایی بریم از این قسمت ببینیم صفحه 6 بریم ببینیم که هفتم ببینیم میگه چی. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد احد و مدح احمد و آل امجد که فرق میان با ایشان همان نقطه صورت و تقدم تأثیر محل آن است. چنان که شعر ز احمد تا احد یک نیم فرق است. بین احد و احمد یک نیم فرق است. احد 3 حرف داره، احمد یه دونه نیم داره فقط در وسط. میگه که شعر گفته ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در آن یک میم غرق است. عرض میشه و که کلمات Remember, even though you drive an electrified Toyota, it still needs regular service. Make a date with your Toyota service advisor so you can keep that love flowing. Your electrified service experts since 2001. عرض می شود که کلمات لغت ترک چون کلمات لغت عرب بر 3 گونه اسم است و فعل است و حرف. حالا نگاه کنید، برای اینکه با زبان فارسی مقایسه نمی‌کنه، چون زبان فارسی قابل مقایسه با زبان فارسی بس چیه؟ زبان فارسی احتمالا بس چیه؟ حالا مثل عرب بر 3 گونه است، اسم است و فعل است و حرف. اصول افعال زبان ترک بر 4 اسم است. 4 اسم که افعال ترک 4 اسم: ماضی و مضارع و امر و نحی. 4 ماضی، مضارع، امر و نحی. و اسمش، خود اسم در زبان ترکی بر 2 قسم است: مصدر و غیر مصدر. اینم اسم. 4 نوع فعل داریم از نظر زمانی داریم. خیلی خلاصه اینجا بودن خیلی بیشتر از این میزنم، ولی حالا اینو ببینید چجوری میگه. بعدن اینجا زمانها تفسیر. اسم هم 2 نوعه، یکی مصدر، یکی غیر مصدر. از اسم‌های ترکی آن است که در آخرش لفظ مک. مصدر چجوری بشناسیم در زبان فارسی شده؟ میگه اگر آخر کلمه مک داشته باشه یا ماخ داشته باشه یا ماخ داشته باشه مصدره. یا ماخ یا مخ گیمخ جتمخ گلمخ. حالا اینجوری هم گفته میشه: جتمک، گلمک، یمک یا مخ. تمام؟ یا ماخ گفتی ماخ هم میده. یه ماخ
گماخ گلماخ. آینه این نسبت به لهجه محلی اینها فرق داره. خب بنا به اصطلاح تبریزیان که آنها در مک و ما به عوض کاف و قاف همیشه به خاطر تنفق میکنند، به خواب کنند. میگه که در تبریزی ها در مک و ما این دوتا نمیتونند، ولی به عوض مک در مک و قاف به عوض کاف و قاف به جای که و قاف همیشه به خواب تنفق میکنند. خیلی میگن یمخ جمخ جلمخ مخ و دیمخ. خب اینو داره میگه. ماک رو میگه خیلی در تبریز این لحظه هستی. خب یه لحظه دیگر اینو هم علاوه کرد. خب میگه مک میگن مخ، به جای ماک میگن مخ که مخ خودش هم آغازی بده. مخ تبریز و موضوع چنان که مک و ما و مخ که هر گاهی که اساسها را از آخر کلمه بیاندازی معنی اصلی و اولیه آن به تمامی زایل نشود. مصدر یعنی چی؟ میگه اگر اون مک رو از آخر کلمه برداری معنی تغییر نمیکنه. At Chatter Mobile, you'll squeeze more out of your phone budget. Prepaid plans start at only $19 a month. Plus, there's no commitment, no credit checks, no data overages. Visit Chatter, Canada's #1 prepaid mobile provider, in-store or online at chattermobile.com. جمله تغییر بیابد. میگه در فعل جمله به طور مختصری تغییر پیدا میکنه، چنان که ثمره و تصریف و تحویل امثله، مثل تصریف و تحویل امثله. مثال ها را چطوری تحویل می‌کنن؟ تحویل در اینجا به معنی تغییر و تحول هست. عبارت از آن است که تحویل فی جمله است، چون قاچماق و görmek bilmek. Kaçmak mübalağayı bir şey sen kaçmak. Kaçmak lütfen kaç. Görmek gör. Bilmek dil. به معنی گریختن و دیدن و دانستن است. مثلا هرگاه ماغ را در آخر قاچماق برداری، از آخر قاچماق برداری قاچ میماند، یعنی بگریز. از مصدریت و اسمیت بیرون شده فعل امر می شود. پس اگر ما چیز رو برداریم از آخر اسم تبدیل به فعل میشه، فعل امر. زبان ترکی، اگر عربی هم همینطوره. البته عربی نه، عربی امرش فرق میکنه. ضربو، حالا ضرب اضرب باید بشه، یه الف باید اولش بیاد. نه این متفاوته. اسمیت بیرون شده فعل امر میشود و توضیحش چیه؟ اول زمانه نداشت و مصدر زمان نداشت. اول زمان نداشت، زمان حالیت پیدا کرد. ولی وقتی اون ماک رو از آخر کلمه برداریم امر میشه و امر وقتی امر میشه دارای زمان هست. غیر مصدر، حالا اسم غیر مصدر چی هست؟ غیر مصدر آن اسمی است که یکی از این الفاظ در آخر آن نباشد. اگر یه اسمی، یه کلمه‌ای که آخر آن، اسم البته کلمه نه، اسمی که در آخر آن مک و ماخ و ماگ نباشد یا مخ نباشد، حالا اینم گفت در تبریز، به اون میگن اسم غیر مصدر. مثل داشماق مصدر داش دیگه اونو نداره. به معنی سنگ است. و
اود نگاه کنید آخرش ماخ مک نیست، میشه چی؟ آتش. اسمه، این دیگه مصدر نیست. البته میتونیم ما از اسم مصدر بسازیم. اودلاماخ، اودلمک، یا مثلا دیدیم داشلاماخ، داشلاماخ، داشماخ. و یا اینکه بوده باشد، آتش است و یا اینکه بوده باشد. اود که آتش است و یا اینکه بوده باشد، یا اینکه حالا این چی بود؟ اسم به معنی سنگ است و اود که آتش است و یا اینکه بوده باشد. یا اینکه الفاظ در آخر آن نباشد. یکی این شد، یعنی اسم غیر مصدر عبارت است از آن که در آخر آن اون سه تا نشانه مصدر نباشه، یا اینکه باشه حتی، لیکن اگر از آخرش برداری معنی اصلی و اولی آن کلمه به تمامه زایل بشود. اما اگر اون ماخ رو از آخر کلمه بردارید کاملا معنیش عوض میشه. حالا ببینیم چی میشه. چون مرجمک آخرش یه مک هست، اما اگه اونو بردارید دیگه مرج، البته مرجمک نه، مرجمک عدس هست. اما اگه مک آخر رو که مثل مصدر دیده میشه برداریم میشه مرج خودش چی میگیم به فارسی؟ اینجوری چیز میکنن، گمار بازی میکنن. مرج لشمک یعنی گمار بازی کردن. مرج خودش به معنی یک نوع قماره. قمار شاید اصلا اسم ترکی قمار همین مرج باشه. مرج بیشتر برای حافظه به کار می برد در زبان ترکی، برای تقویت حافظه. مثلا من یادمه خدا بیامرز پدر من وقتی من ازدواج کردم 18 سالم بود، با همسر من مرج میبست، همیشه مرج لرده. مرغ جناغ داره، یعنی اون مرغ و خروس جناغ دارن، یه استخوانی هستش که این رو میشکنن. هر کس بتونه طرف مقابل رو یادش نباشه، بتونه بگه من یادم هست و یادت نیست، اون حافظ خیلی طول میکشه، گاهی وقتا 2-3 سال طول میکشه تا یکی ببازه. من مثلا همیشه پدرم با همسر من این چیز رو جناغ رو میشکستن، مرج میبستند و گاهی تا مثلا 1 سال دوام میآورد این دوتا چیز میکردن. من میدونم که بعضی از آدم ها، مثلا یکی از فامیلای ما بود که اسمشو الان نمیخوام بگم، خانم بود، الانم هست، خدا حفظش بکنه. من یادم که یه بار 3 سال این مرج رو تونست دوام بده. حالا نمیدونم بعد چی شد، یادم نیست. ولی مرج، حالا اینم اومد به ذهنم، گفتم که مرج یک نوع مسابقه حافظه بود. شما مثلا ممکن با 10 نفرم مرج بکنید و با اینها در زندگی که ممکن هر روز 10 بار هم دیگه رو ببینید، یا ممکنه که ماهانه، سالانه یه بار ببینید، ولی بتونید در حافظتون داشته باشید که با فلانی من مرج دارم بر سر این. تازه اون مرج رو هم حتما اون چیز رو مشخص میکردم، بر سر یک چیزی مسابقه بود همیشه. مثلا ممکن بود یکی بگه مثلا برای من یه دست کش شلوار میخری، من برای تو مثلا یه آدامس میخرم، بر سر یک چیز خیلی کوچیک، مثلا یه تخم مرغ. تو به من یه تخم مرغ بده اگه من تو رو مثلا مرجده اوتسام، من سنی اوتسام sen bana bir yumurta ver, ben sana mesela bir tane sırga alım. Sırga kuşvاره. مثلا یه چنین چیزهایی بود. مرجمک عدس است. اگر مک را از آخرش حذف کنی مرج می شود که به زبان ترکی اندرز و گروبستن است. گروبستن رو گفت. اندرز رو نمیدونستم. انظر، این انظر هست، نظر هست، ببخشید. مرج به زبان ترک نظر
و گرو بستن است. نظرم پس به مرج به نظر کردن که یک کلمه احتمالاً عربی هستش مرج هم گفته میشه. من اینو نمیدونستم، مثلا اینو خیلی خوب شد یاد گرفتم که مرج در زبان ترکی یه معنی دیگرش هم به معنی نظر هستش. و همچنین سوماق میبینیم که یک گیاهی هستش که میخوریم، حالا بخشی از گیاهه، اینو میخوریم، آخرش ماق داره، مثل مصدره، ولی اگر اینو برداریم میشه سو، کاملا عوض میشه که مشهور است هرگاه ماق از آخرش برود سو میماند که در ترکی آب را گویند. و مثل تخماخ اسم یه آلتیه برای گوشکوب تخماخ گوشکوب، یا یه آلتی هستش که حالا نمیدونم الان خیلی به کاربرد داره یا نه. قبلا لحافایی که قبلا درست میکردن از پشم گوسفند معمولا بود و این بعد از یه مدتی که ازش استفاده میکردن مثل موکت میشد، به هم میچسبید دیگه، اون چیزشو نداشت، اون راحتی خوابیدن روی اون رو نداشت. این رو باید یه جوری دوباره از هم باز میکردن، اینها که مثل موکت شده بود از هم باز نمیشد، این رو باید یه جوری باز میکردن، دوباره داخل لحاف میریختن، دوشک میریختن و دوباره نرم و برای خواب مناسب بود. خب چیکار میکردن؟ اینو یه نفر بود بهش میگفتن حلاج. این حلاج یه وسیله‌ای داشت خیلی، بذار ببینیم میتونم عکس این حلاج رو پیدا بکنم، جالب خواهد بود این عکس حلاج رو. بذارید من اینو حلاجی بذارید ببینم، اگه بتونم عکسش رو پیدا بکنم جالب خواهد بود. اینجا، بله اینجا یه دونه عکس ازش هستش. البته من یه عکس دیگری رو هم دیدم. اینجا یه عکس ازش هست. این یه وسیله هستش، حالا اسمش یادم نیست چی بود، یکی از فامیلای ما داشت اینو حلاجی میکرد. این اگر یادم باشه، دقیقاً الان یادم نیست، این مثل یه تاره در اصل، صدایی هم داره، صدای خیلی بدی هم نیست، صدای خوبی هم داره. و این تخماقش هم میبینید، دستش یه تخماق هست این آدم. الان بذارید ببینم، من میتونم اینو بزرگش بکنم که بتونیم ببینیم. این چی هست که نمیره؟ این ایرانی ها، این وبسایت های ایرانی یه جوری هن که این تخماقشه. حالا این چیز اومده آگهی ها، این ایرانی ها واقعا این تخماقشه در دستشه. اینم یه وسیله هست اینجا. حالا این یه چوبی بود که از 3 قسمت در اصل تشکیل شده بود، یعنی یه وسیله بود که از 3 قسمت تشکیل شده بود. یه قسمتش مثل تار بود ولی یه ورق نازک چوبی بود که می اومد و یه سری هم داشت از اونجا که باز دوباره مثل تار بود میرفت از اونجا. خیلی هم بلند بود نسبت به ساز و اینها، خیلی بلند بود و یه گوسی اون بالا میخورد. یه نخ نبود، از روده گوسفند و گاو و اینها درست میکردن. یه چیزی بود که این رو مومالی میکردن اگر اشتباه نکنم که نرم باشه، پاره نشه. این رو خیلی با قدرت از اون سر میبستن به این بدنه و بعد این که از هم خیلی فاصله داشت این رو میذاشتن لای اون چیزها و با این تخماق اینو میزدن و این در اثر این حرکت این پشمهای مثل موکت شده رو پرپر میکرد، دونه دونه میکرد. حالا احتمالاً ویدئویی هم ازش باشه که حالا
من اجازه بدید ببینم میتونم ویدیوشو ازش پیدا بکنم. حلاجی پشم، اگه بتونیم یه ویدیو ازش پیدا بکنیم خیلی جالب خواهد بود. خیلی هم ازش چیزی ویدیو درست نکردن در رابطه با این. جالبه چرا اینها ویدیو ازش درست نکردن. حالا یه چیزی هم بود که داراق بهش میگفتن. داراق هم نه نیست متاسفانه دیگه. این حلاجی ها دیگه مکانیکی شده. نه اینکه متاسفانه، خوشبختانه شده، ولی متاسفانه ازش یه ویدئویی نیست. حالا این تخما رو اگر این ماس آخر رو میشه تخم. خب چی میشه؟ به معنی سیر. حالا تخلو هم به معنی نیستن در نرمی که سر میشه یا یک سر میشه چی که خیلی نیست بگیم تخلو که مشکک. تخما مشکک است. به فارسی مشکک میگویند و نمی‌نویسند. بعد از کسب ماف تخم میشود که در واقع به معنی سیر مقابل گرسنه‌اند. پس این الفاظ را در این صورت علامت مصدر و منطوق به آنها را مصدر نمی‌گویند. پس این مصدر نیست ولی علامت مصدری رو داره. مصادر را چون که نسبت به غیر مصادر بسیار کم است، آن انشاءالله تعالی در این کتاب و به قدر امکان خواهم نوشت. که مصادر به جهت بسیاری گنجایش این اوراق ندارد. مصادر غیر مصادر ها اگر فرصت رسیدن الله تعالی و رضایت او را هم به جای سایر کتب لغت کتاب منظم و موفق می‌نویسم. الامر للباری باری الله. الامر للباری و الامور مر موضع شیعه و او و ها خروج در زبان ترکی حالا در زبان ترک بر دو نوع است. زبان ترکی دو نوع فرق داره. دو نوع است. علامت است و غیر علامت است. یک حرفی هستش علامتی و یکی هستش که علامت نیست. حالا علامت باشد مثل کی؟ لز به فتح لام. لز ببخشید. لز به فتح لام. لر ببخشید. لره زنید. لر. حالا میگیم چی؟ علامت جمع است. در زبان وقتی آخر کلمه لا میشه لر. جمع. به فتح لام و سکون را محمله که علامت جمع غایب است. میگیم من یدیلر یعنی دیلر غایب. علامت جمع غایب است. خواه در آخر اسم باشه و خواه در آخر فعل. حرفی نمی‌کنه آخر اسم باشه. حسنلر، سندر، شاهدار، بابندر، شاهدار، خانمدار، آهالار، گناهدار، اینا اسمن. خب در آخر فعل هم باشه یدیلر، شاهدار، یدیلر. این ساکن که علامت متکلم بحث است. ببخشید جمع غایب است. خواه در آخر اسم باشد و خواه در آخر فعل و میم ساکن. اگر میم ساکن هم باشه که علامت متکلم بحث است، خواه در آخر فعل باشد و
کاف در آخر اسم. اگر میم هم آخر اسم باشه و فعل باشه، میم همین شد علامت. جدیدن آخر اسم باشه علامت کلمه وحدت. گیرم، آدم، ماشینم، evim علامت کلمه وحدت. منیم، جانم، عشقیم، روحم، اینا همش اسمهایی که میم داره و به معنی این متکلم وحدت. ولی اگر در باشه به معنی حرف. چیه؟ نشانه، علامت چی؟ جمع‌های یا کلمه وحدت. خواه در آخر فعل باشد و خواه در آخر اسم. من مثال بدم. مثال هر دو در فعل گر دیدن، جمع دیدن، دیدن، گردو یعنی دیدن. و در اسم دختر، کتابم. من اینا رو یعنی دوستها و کتاب من. ما قبل میم مذکور در ترکی اگر در آخر اسم باشد، من، نا، کتاب من. نا قبل میم مذکور احتمالا یا باشه، یا قبل میم مذکور در ترکی اگر در آخر اسم باشد همیشه مذکور است. میم قبل میم اگر آخر اسم باشه گفتش مثلا کتابم، صداش کتابم. از این مذکور دارم، این مذکور کتابم، آدم. در اسم باشه مکسور میشه، اما فعل باشه صدای قبلی میشه، همیشه مکسور است. از مکسور هست. و اگر در آخر فعل باشد یا مکسور هست یا مکسور یا مکسور هست. مثلا لیم علیم آیا لیم. حالا آخر باشه همیشه مکسور است. اگر در آخر فعل باشه یا مفتوح است یا مکسور است یا مضموم. ولی در زبان فارسی همیشه مفتوح است. زبان فارسی آهنگ نداره. زبان فارسی آهنگ داره. کلمه آهنگ داره. شما نمیتونید در داخل زبان از چند آهنگ زنده هم در زبان میگن صدای خلق، صدای نازک، خشن و ظریف. شما نمیتونید در یک کلمه صداهای خشن به کار ببرید یا صدای باید یا ظریف باشه یا خشن باشه، یا خلفت باشه یا نازک باشه. یکی از این دو تاست. کلمات در زبان آهنگ داره. کل کلمه یه آهنگ. اگر داشته باشه تمامی کلمه تمام میگیره. اگر داشته باشه اینجوری. در زبان فارسی همیشه مخفوف هست. خواه در آخر اسم باشد یا فعل. اگرچه لر و میم را حرف و علامت گرفته‌اند که حرف و علامت هستند. که مفهوم به ثواب و مقتضای سمیده و تایید آن است که اینها هر دو اسم ضمیر بودند. دیگه این اسم ضمیره. واقعا هم ضمیره. چون بکنید هر فصلی. چون تنها یا بینده مثلا معنی دارون ضمیری دیگه. وارد این هستش که اینها هر دو اسم ضمیر باشن، نه حرف. آن حرفی که غیر علامت است. حالا اینو رو حرف علامت، حالا غیر علامت که ضمیر بود. بعدش که این ضمیر. غیر و آن حرفی که غیر علامت است. چون لفظ ها، حیا،
بنا به اصطلاح اهل خمسه و زنجان، اهل درونی هم هست، ها و هلا و زنجان که دوتا هر دو را در مقام جواب دادن و به معنی آری استعمال می‌کنند. ها در کپیتال هست، در جرداب هم هست و تا اونجایی که میدونم در بسیار اسم حال‌های آزربایجان این هست. آذربایجان حیا مثلا در هندیه و در اطراف این در طرفان هستش، در زندان هستش. به احتمالاً نمیدونم در قشقایستان هست نه، من اینها رو خیلی باهوش آشنا نیست. به جهت اختصاص و کسرت منافع خب به معنی آری استعمال می‌کنه. بیان افعال یا به جهت اختصاص و کسرت منافع آنها بیان کنه. یا یک دانست به اصل افعال فعل ماضی است. به جهت تحقق معنی آن. چرا فعل ماضی مهمه؟ اصل دومی مهمه. یا جایگاه مهمه. برای اینکه این فعل انجام شده بود. فعلی که برای آینده باشه معلوم نیست انجام بشه، ولی فعلی که در گذشته مطمئنا انجام شده، زمانش هم گذشته. محبوب منان و تفکر درانش لحاظا گزاره را در عربی و فارسی و ترکی از فعل ماضی مشتق می‌دانند. مادر فعل مضارع فعل ماضی هست و همچنین فعل امر را هم در زبان ترکی بنا به دولی از آن می‌نامند. بنا به دولی حالا اینجا بالا نوشته یعنی که بعضی‌ها معتقدند که فعل امر را از زبان از ماضی درست می‌کنند، ولی ما دیدیم که از مصدر درست. ولی روانشناسان می‌گفتند که فعل ماضی فعل امر از ماضی ساخته در زبان فارسی. هم گفتن ولی ایشون قبول ندارن که انشاءالله تعالی بعد این برای خواهد هست تقدم بیان آن از سایر افعال بدلی و آن است اولا و انسب است. فعل ماضی را چون در لغت عرب به مابر اشهر گونین از مصدر بنا می‌کنند. در زبان عربی فعل ماضی را چند تا نظریه هستش ولی اشهر مشهورترین نظریه از مصدر بود. همچنین در ترکی نیز از مصدر مشتق می‌شود. دیدید در ترکی همینطور هست. اگرچه مصدر را از فعل ماضی گرفتن در هر دو لغت اصح دورین است. اینجا اینم صحیح هست. صحبت منهای درست هستش از چه در عربی و چه در ترکی فعل امر رو از ماضی است. بنابراین ادله که ذکر آنها باعث ذکر و نامناسب این است زیر ماضی سیاق ماضی سینه ها سیاق ماضی در ترکی مثل زبان فارسی 6 است. 2 برای غایب یکی مفرد بودن و 2 برای مفرد که مفرد بودن و 2 برای متکلم یکی وقتی و یکی معمول. ما معنی میشه مذکر مؤنث و تثنیه در جمع و ثلاثی میباشد. مذکر مؤنث و تثنیه و جمع و ثلاثی میباشد. درسته؟ برای اینکه مثلا تثنیه در زبان عربی داره 2 نفر. 1 نفر داره 2 نفر و بیش از 2 نفر میشه جمع. ولی در زبان فارسی میگه که این نداره. خب دوستان این کتاب در مورد آموزش زبان فارسی در مفرد مخاطب معنی چه زن و چه مرد برای نویسن مرد نداره در زبان عربی نویسن مرد در مفرد مخاطب ماضی تا آخر سیاق چون بود فعال مبتله به علامت مفهوم میشود.
به حالا در کتابت ترکی جدید که مستند این اثر در دار مردوف واوی نیست این جهت بیان زمینه آب اگرچه خود واو در تلفظ گفته نیست چون واچتون بعد واچتون دیگه این اخیراً نمیشتیم درست میگه این اخیراً فران نمیشه در توصیل کتابایی قبلا نمیشه الان این رو به جای زمه باب استفاده میکنیم بعضیه هم تلفظ گفته نمیشه در حالی این باب را در متکلم وحده و معنی قلب به یا میکنم به جای باب یه میذارن اما متکلم معرضی کیست و مادر یا را که دال باشد به جهت آن یکی مکسور میکنه چون یازدون الان یه ای چون نداره مضمون اینکه یازدی و یازدخ یعنی رشتم و رشتیم و سایر سیاق تنظاری موضوعی را بیشتر در قسمت اندام و سکون را در مطمئنه که الان اونجا میتونه بست به آسفر. حالا این کتاب جالبی هستش برای آموزش زبان ترکی به کار برده می شده. بذارید ببینیم آخر کتاب رو یه صفحه از آخر کتاب بخونیم و تمام. عطف انان قلم از میدان کلام با وجود اسد با وجود رو حرف کلمه در آوه در مواقع دیگر بیستار بیستی سمتی نمیشتن را به سلام و باعث خلاف موجود نجات دانسته کرد هر که به آن و از خدای آشکار و نهان اتمامش در آبی از نان کنان چی؟ کنان در تحقیق حالا اینجا باید کلمه ها رو نمی‌کنم هست به اول کتاب اینجا خیلی فرق داره اینجا خیلی خوشنویسی می‌گذاریم تا اول کتاب رو بگم این صفحه رو الان بگذاریم برم اول کتاب بگیم صفحه کتاب خیلی سابق‌تر می‌گذاریم و میشد به راحتی خوب ولی به آخر کتاب رو می‌گذاریم حالا از اون چند طبیعه فرق میشه رو بگیریم مثال الف از دیز مد سنین سیمان سنین بدن سیماوی سنین سیماوی مد سنین سیمان سنین سیماوی سیزن سیماس سیزن سیماویزی benim simam benim simami bizim simamız bizim simamızı onun siması onun uların simaları uların simaları و اینجا هم قابل خوندن هست ببینید که داره افعال رو داره صرف میکنه بذارید ببینید اولارون سیمالریدن و سیمالریدون سیماسی دیگون simasız, zeytün siması. Yok, ben de bunu zaten. Simaları zeytün siması, zeytün şarkı, o abi,
آموزی برای آموز آموزی آموز آموزی فرون آموزی سنی آموزی. ببینید حالا داره مفهومش رو داره چیز میکنه. اینجا خیلی کتاب بسیار جالبی هست برای آموزش زبان ترکی. حالا من برم کتاب آخر میخوام این کتابش از این صحبت برم. اینجا به موارد استمراض همه امراض متنوع نشته لحاظات نان پیام میدان نام نان مستعار از نان مستعار کنان تهیه شون ذاتی یا امتنان را که انشاءالله حالا اگر آنها جلالت نصاب یک حافظی من را در بخواهی همکار اشرف انفق امجد احمد کامکار حضور ولیعهد کودن باید بخونیم حضور ولیعهد کودن مهد فلک اقتدار را به الله علیشه. این یه چیزاییه که من اینجا بعضی چیزها رو نمیتونم بخونم، خرابش کردم اینجا رو دیگه. آخرش هم که دیگه خیلی خیلی شده. ببینیم حالا حسب الحکم سرکار بندگان پناهی دام مجد و عالی و مد ضده المتعالی. حالا اینجا دیگه خیلی چیز شد. چی فی الاشهر شوال فی الشهر حالا این چی هستش، یه چیزی هست. شهر شوال اکرم علی علی ید احضر الخدام علیه المبارکه محمد علی المنشی. ببخشید محمد علی المثنی فی سنه 1280 4 سال بعد از مشروطیت این کتاب رو المثنی کرد. یه نفر این کتاب رو نوشته، نه اینکه اون خلخالی این کتاب رو نوشته بود، ولی یه نفر این کتاب رو به نام محمد علی این کتاب رو ازش دست‌نویسی کرده و کپی کرده. خب امروز این کتاب رو بسمون هست به امید اینکه بتونید در روزهای آینده بیشتر با جهان تمدن مکتوب ترکی و افکار ترک‌ها آشنا بشیم، با کتاب‌های دست‌ها آشنا بشیم و تلاش بکنیم زبان رو و خواندن کتاب قدیمی خطی رو یاد بگیریم. از همه شما بسیار متشکرم که